کاره. قطعه کف تراشی میکنه، بعد مته مرغک میزنه. الان چیکار میکنه؟ الان داره چیکار میکنه؟ الان داره مته مرغک میزنه. شهر وظایفتونه بابا. خب بعد مته مرغک ابزار میره بالا، قطعه رو باز میکنی، قطعه جدید میبندیم تا دوباره الان چقدر طول سری کاری میکشه؟ میشه. اکثر قطعه که کف تراش مته مرغکن سری کاری میشه. الان چقدر طول میکشه؟ 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم طول میشه. با باز و بس کردنش 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم. مزیتش نسبت به دست تراش چیه؟ تراشی که بازه کارو سرعت میده، کیفیت کار بالاتره، اندازه کار همه دقیق تره، همه اندازه ها دقیق توی اندازه زده میشه. یه مته مرغکی که میره داخل امکان داره با تراش دستی 2 میل بری، 3 میل بری، 4 میل بری، کم و زیاد داره، ولی این همه رو یه اندازه مثلا 3 تا بزنی 3 میل بزنی همون 3 میل دیگه. اندازه‌ای که از کف تراش مثلا این طولش 110 و 2 اگه با دستگاه تراش دستی بخوای بزنی احتمال داره 2-3 دهم جابجا بشه. بخارات و اینا هم نداره دیگه یکی از اون. اگه سرعتش بالا باشه، سرعت تو 1000-1500 باشه، چرا بخار آب صابون داره. ولی خب دست است دیگه، محصوره بیرون نمیاد. خب باید دست شما رو نکنه ممنون است به من بخوای برداری بعد من نگاه کنم. آفست که میگیریم دیگه همه اندازه‌ای که باید تراش بخوره و اضافه اندازش مشخصه. استارت که میکنیم همه رو طبق همون اندازه تراش. این کار از اون کارهاییه که 2 دقیقه انجام میشه. اکثر کارهایی هم که زمان کمتری داره میرن تو کار سری کاری روی دستگاه CNC انجام.